از مشکلات زبان مازندرانی. جانم سلام. سلام علیکم. وقتی شما بخیر. عذر میخوام ببخشید از تهران اومدم. به به عالی. با آقای بازکسی باسکس آیه همچین نمیدونم بچه محل نیستم. بذار مهمانم خودم اینجا. الان با آقا سهیل میگم کمکت کنم. آقا سهیل یه لحظه خسته نباشی قربون خواهش. سلام. آره شما سهیل جان این رفیق ما از تهران مسافره میخواد ببینه منزل آقای واسکسی کجاست. باسکس؟ آره کیرخونه؟ نه منظورش این بچه تهرانه. باید بگی با کی کار داری. با کی کار داری. آره کیره میخوای؟ آقا این نه. چرا کلا کمر به پایین با من حرف میزنه؟ اجازه بده نگاه کن. این کیری که ایشون کیره میخوای؟ بابا ول کن با این همش چرا با من این کیری که ایشون میگه با کی میگه تو دوری میگه خودش کمر به پایین اینجا پشت ناموسه بگی تو رو پاس میزنن. نه قاسم جون سلام داداش خوبی. این رفیق ما بچه تهرانه میخواد دنبال منزل آقای واسکسی میگرده. واسکس کیه؟ کیره گنه؟ بابا مسخره کردی ما رو. شما خیلی بیادبی. کجا میری؟ نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. نرو مریم به خدا